ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори ҳафтум. روز آفتابی بود. لبی دریا سیرادم. آنها در ساحلی دریا گلیم و پلاس پاره ها گسترده دراز می کشیدند. دوگانه ها لبی دریا رفتند. در دل ماهیه هوسی عکس برداری. به یک سنگی کبودی تیغداری لبی دریا مفتون شده بود. بالای آن برآمد. از گلناره خواهش کرد که او را یک جایه با آبی دریا درختزارانی تنه تیپکی تا بلندی ها سبز و نظرربا می تافتند عکس برداری نماید. بعد نوبتی گلناره رسید. دوگانش خواهش کرد که او هم بالای سنگ برآید. گلناره دلی بیدلان در روی سنگ می ایستاد. در دلش فهم، چشمش به دریا، آب گرداگردی سنگ می پیچید، شلپه می داد و بالای سنگ هم آب می دوید. می ترسم ماهیه، به خدا می ترسم. احوالش را به دوگانه فهمان. نترس، ما و تو در دانشکده تربیه جسمانی می خوانیم. تو مشت زن چمپیون. می ترسم. بالای سنگ ایستاده نمی توانست. پایهایش می لرزیدند. پیش بیا، یک قدم، باز اندکی، خم شو، به دریا نگر. ماهیه در دست تلفن چیک چیک عکس می برداشت. انا شد، بیا، پیش بیا، دستت را تی. ماهیه به جانب گلناره دست دراز کرده بود که پای او از روی سنگ لغزید. بعد چی شد و نشد که گلناره خود را در آغوش دریا دید. در لبی دریا داد و فریاد. آدمان طرفی او می دویدند. گلناره دیگر چیزی فهمیدن نتوانست. او را آب دریا می برد. در بیمارخانه به هوش آمد. گفتند که جوانی از جانش گذشته خودش را به دریا انداخته گلناره را داشته است، از دریا برآورده است. آن جوان کی؟ خودش به خبرگیری وی آمده. او اسفندیار، نام دیگرش سرخور بوده است. پدر و مادر خودی گلناره نمی دانستند که در جواب جان نثاری او به وی چی تحفه روا بیدند. گلناره شرم نمی دارد که امروز بگوید. در آن لحظه ها فکری به سرش آمده که اگر جوان می پذیرفت خود را صدقه سری او می نمود. ولی سرخور گلناره را اپه خواند. حالا همین دادری عزیز گلناره در سیلاب غرق. او چه اپه‌ای که غمی او را نخورد برای نجاتش ندارد. درختی عظیمی چنار روی آب می‌ریخت. گاهی در راهش در می‌ماند. آب کول می‌خورد. شاخ و برگهایش تگی آب می‌شدند. به نوده‌های بلندی یک تاره هم آب نزدیک می‌رفت. یکی این نوده‌ها به عقیده سرخور جان دستگیری او. از ترس جان به آن چنان چسبیده است که در نظر نانمایان گشته است. یک نقشی بر این
نقشی تنه نوده با قوت قفس، از میانش هم قفستر، ولی آن به شست آب تاب نآورده، خم خورده قریب می شکست. آب از زانوهای سرخور بالا شد و دلش بیشتر وهم افتاد. تمام، مرگش یقین، به کامی سیلاب می رود. اندکی از سیلاب پایانتر دریای کافرنیهان، سیلاب به آن می آمیزد. دریا دیوانه می شود، نعره‌اش به آسمان و دیهه های نزدیک غلغله می اندازد. یک سیلابی دیهه های آنها نی، قدقدی کافرنیهان، صدها سنگاب آبراهه از کوه و پشته ها به آن می شارند. دریا طغیان می گیرد، مست می شود، مثل حیوانی وحشی از بند رهیده سر به ساحل می زند. دنیا را زیر و زبر کردن می خواهد. پیش راهش را کوه و پشته ها گرفتن نمی تواند. یک درختی چنار که جانی سرخور سر یک نوده آن آویزان است، برای کافرنیهانی پرشر و شور چی؟ چنار با کنده و ریشه، شاخ و نوده هایش در تلاطم آن گم می شود. سرخور باشد یک ذره، بی نام و نشان می گردد و می رود. او در این دنیای زیبا بهشت آسا چند روزی بود یا نبود. نمی پرسند که سرخور کجا بود و کجا شد. فقط یک چیکی وقتی چنار ریشه گردان شد و سرخور در درون سیل ماند، او تلباسه کرد. تلباسه به جانی لطفیه، می آیم لطفیه، می آیم، می آیم. به خیالش در جواب صدایی شنید، دره را پر کرد. صدای سیل را پخش نمود. انتظار می شوم اسفندیار، انتظار می شوم، انتظار. این صدا از دل و جان از زبان لطفیه برآمد، یا همین خیل برای یک خدمتش که دختر را از سیلاب برآورد. چی باشد نباشد، یک با امیدی در دنیا که کسی او را انتظار، او یک دختر، یک پریزاد، دلش به او کشال. قصه شناساییشان در داور. خیال سرخور باز به مادر، سوزنده او همین مادر، جبر به جانی وی. سرخور را می جوید، کجا شده فرزندش؟ همراهی آن دختر از دروازه برآمده بود. نامش چی بود؟ ها، لطفیه، خواهرزاده بابای ازبک خواجه. ایشان را به حالش نمی ماند، گریبانش را می گیرد. لطفیه را می یابد. بعد چی؟ بعد خبری ناخوش، سرخور را سیل برده است. بعد چی؟ به سر مادری بی تقدیر و روز نادیده کوه غم. خودش هم جمعی گپ شود می گوید که بنده بی تقدیر روز نادیده است، در 7 سالگی از مادر مانده. آن روز برای صنم خردسال
قیامت بود. حولیشان پگاهی قطی لبریزی آدم با آوازی گریه و فغان از خواب بیدار شد. چشم گشاد، در گرد جای خوابی مادرش آدم باریده است. آچه جانش کسل بود. آچه گفته پریده از جای خواب خیست، طرفی آچه جان دوید. آچه جان فغان کشیده خود را بالای او پرتافت، او را آغوش کرد. دستان وی را به زوری از گردن مادر رهانیدند، او را به عقب کشیدند. دیگر پیش آمدن نزدیکی مادر شدن نماندند. گفتند که مادرش قضا کرده است، مرده است. آچه جانم مرده است. همین سخنها در زبان دیگر به پا ایستاده نتوانست. از هوش رفت. برویش پنجه پنجه آب زدند. به بیخی دندانهایش سیر و نیل پیاز مالیدند. صنم جان به خود بیا، چشمات کشا صنم. آوازها به گوشش می رسیدند، اما به خود آمدن نمی توانست. نمی فهمید که چی گپ و چی واقعه رخ داده است. آچه جان زیری لب پیچی راست می زد. وقتی صنم چشم گشاده به خود آمد، درون خانه لبالب آدم بلند ناله می کردند. لحظه هایی بوده است که مادرش را از خانه برآورده بالای تابوت می گذاشتند. لحظه هایی ودا به مادری صنم. از جایش خیست، از در بیرون شد، به پایه تابوت مادر چسبید. آچه جانم را نبرید، نمی مانم. بی آچم نمی توانم. تنها می مانم، می ترسم، می میرم. پایه تابوت را سر نداده قیامت می انداخت. دست به کفنی مادر زده مویهایش را سیله می کرد. کفن را می بوسید، به چشمانش می مالید. خیزید، نروید آچه، نمی مانم. نروید آچه، فریاد می زد. یک دخترک خردکک سری تابوت مادر گویندگی کرد. به گفته مرده آچه‌اش را آباد نمود. با آب دیده او را شسته همه را گریاند. و چه طرزی می گویند آب در سری مردم نماند. بهاری او همه می سوختند، همه گریان پایه تابوت را از چنگی وی رهانده نمی توانستند. به قدی تابوت او کشاده، چی علاج که مرده را برآورده بردن لازم. پنجه های خردککی صنم را با زوری از پایه تابوت مادر جدا نمودند. تابوت را بردند. صنم باز بیهوش بیاد. میت را به خاک سپرده از گورستان برگشتند، ولی صنم هنوز به خود نآمده. روزی دیگر هم چشم نگشاد. هنگامی هوشش به جا آمد که خاله‌اش در بالای سری او اشک می‌ریخت. برای خواهر و صنم می‌سوخت و می‌گریست. خاله، آچه جانم کنی؟ پرسید صنم. بچم گریه نکن، آچه تا برده گور کردند. من خودم به تو آچه می شوم، تو را خانه می برم. خاله‌اش گریان حرفی می جست که باعثی
تسکین و تسلی صنمی خردکک شود. ولی هیچ سخن به جگری سوخته و بریانی دخترک تسکین و تسلی نمی بخشید. علمش تازه تر می گشت، فغانش بلند. 2-3 روز باز او یک مغزی نان نچشیده. آب می خواست، آب می گفت. به خیالش آبی دریاها را نوشد، علنگهی آتشی دلش پست نمی شد. صنم جان، گفتم کو تو را خانه امان می برم، من هم مادرت می شوم. باز او را آرام کناندن می خواست خالش. من به هیچ کجا نمی روم خاله جان، دلم برای ددم می سوزد. ددم تنها نمی مانم، همراهشان می شوم. چی گفتی صنم جان؟ گفتی که همراه ددات خواب می روی؟ وی را تنها نمی مانی؟ ها خاله جان، ددم تنها مانند زیخ می شود. وی تنها نی، از مردنی آرچت 3 روز نگذشته، آبی سری آرچت خشک نشوده، ددات زن گرفت، به خانه زن می بیارد. دروغ، من نمی مانم ددم زن گیرد. من زنی ددم می زنم، می کشم. خاله گلریز گرفت ددت. خاله گلریزی همسایه مانه. وی دشمنی آچه جانم بود. آچم قطعی جنگ می کرد. دختراش من می زنند. من وی به خانه آچم در آمدن نمی مانم. رویش سیاه می کنم، با بدد جانم می گویم. خالش به صنم دروغ نمی گفته است. قریبی بیگاهی روزی پدرش در سرسله، در تن جامه‌ای بی قصب، در میان همان روماری برای او دوخته مادری صنم، پیشی خاله گلریز و دخترانش مهینه و ماهرو و زنهای دیگر از دروازه در آمد. به گوش خاله‌اش و صنم صدای طبل و دایره زنی آمد. باورشان نمی آمد که در حولی چی صدایی می شنوند، ولی دیدند که در پیش نظرشان سرودی یار یار می خواندند و طبل و دایره می نواختند. در میان حولی گلخن افروختند. خاله گلریز از دستی پدری صنم داشته وی را برقص کشید. هر دو می رقصیدند. چی بی رحمی، بی انصافی، نامسلمانی که در خانه مرددار توی. صنم و خالش یکی آچم، دیگری خواهرم گفته ناله می کردند. با فرمایش پدر صنم و خاله‌اش را از خانه برآوردند. عروس خانه می آراستند. داماد پدری صنم، عروس گلریز. خاله‌اش از دستی صنم داشته بیا بچم می رویم گفته راهکی شد، ولی صنم گپی او را نگرفت. به در خانه قلف انداخت. لحظه‌ای نگذشته او کجا شد کسی ندانست. پدری صنم و عروسش و تویکی ها در پسی در ماندند. در قلف. در را گشایید. منتظری عروس در پسی در خاصیتی نیک ندارد. در را گشایید. خداشونده ها چند زنی میان سال که روی مالهای قدیمه 4 گل به سر انداخته بودند آواز بلند کردند، اما در گشاده نشد. کلید را نمی یافتند. پدری صنم زور زده در را تیله می داد،
با مشت و لغت میزد، عصبی میشد. خدا زده ای صنم، تو در کجایی؟ در را کشا، میگویم پدر لعنت کشا، میکشم. فریاد میزد، ولی صنم کجا رفته نمیدانستند، وی را نمیافتند. او نبود که نبود. حولی کم آدم شد. به دل پدری صنم میخواست همه بیروند. او بیماند و گلریز، تنها به تنها. در روزهای زنده بودن مادری صنم، هوشش به گلریزی سیبه کشال بود. به دلش قاشق می تراشید که به وی نزدیکی پیدا نماید. قد و قامتش دلپذیر، فربه نما، گندمگون، ستاره گرم، خندد همان یک دندانی طلایش به او صد چند زیب می دهد. دولت مراد در آرزویی که وی را به گپ در آورد، روزی به دلش شد و به او گپ انداخت. زن داری؟ دلی او هم به وی بوده است و افسود. مادرت کم پیر عمری امروز و پگاه دارد، وی حالی نمی مرد. در کدام معرکه من بیند، سگ برین در جکیش می دراید. سگ نگو، دیدی در یک حرفم علاو می گیری. پگاه زنت شوم و خانه ات روم، پیش دهانی آچته گرفته می توانی؟ می توانم. تو را نغز می بینم، من هم تو را نغز می بینم، لیکن گفتم کو در بین دشمن زنت آچت. دستت را ده. گپ را به دیگر طرف برد دولت مراد. پایان می رویم. طرفی خانچه باغ را اشاره نمود. خانچه دولت مراد، آن طرفش کاریمن، سری سنگ و کلوخ. از آنی خودم می شوی. نمی خواهم. زن داری، از همه بدش آچت، و مرا از قدیم شوم می بیند. می ترسم. اندکی فرصت نگذشته همه با خواستی گلریز شد. دولت مراد از مادر و زوجه‌اش هم ماند. اینه بینید همان گلریزی که به باغ برده مرا چی می کنی؟ سری سنگ و کلوخ هوسش را بیدار می کرد، حالا در اختیاری دولت مراد. در خانچه باغ در سری سنگ و کلوخ نی، و در درون خانه با هزار آرزوی و هوس، زیب و آراداده خودش برمی خیزد و دست به تختی کرپه و بالینهای زربافت و مخملین و کندلی مادری صنم می برد. از تخت کرپه می کند، جای خواب می اندازد. لیک باز چی؟ لیک دخترکانی گلریز، مهینه و ماهرو، از دو پره در پهلویش خیست و با مهربانی هر دوی آنها را به آغوش گرفت. از دری خانه برآمد، جایشان پشتی در دامنشان قند و قرص پول ریخت. بهرشان جای خواب گسترد. بعد برگشت او باز نزدی از جان و جگر عزیزترش گلریز. دید که برایشان جای خواب آماده ساخته است. لبی کرپه را برداشت، به جایگه در آمد. شکر. چی شکر؟ تگی گپی دولت مراد را فهمیده پرسید گلریز. دشمن نماند. دشمن نماند؟
چه خیل زبانت پیش رفت که دشمن نماند میگویی؟ زن داری میگفتی، مادرت میگفتی، کنی آنها در کجایند؟ حاضر، همین حاضر بسری من و تو کی قیامت انداخت؟ در را کی محکم کرد؟ کی قلف انداخت؟ مردی کودک داره نمیگیرم گفته بودم. یک تا است، همان هم دختر خدمتگارت می شود. خدمتگار نی، انا همین دخترت کشنده من می شود. روز نمی دهد، آبی منو توی لای می کند. من ویا چشمی دیدن ندارم. حالا هم وقت هست، یک شب نگذشته است، دستت را به تن من نرسانده‌ای. حلال و پاکیزه‌ام، دستی دو کودکم را می گیرم و از خانه‌ات می روم. یا دخترم می گویی یا منم می گویی. گلریز از درونی جای خواب راست شد. به شرطت من راضی. من گلریز می گویم، به هیچ کجا نمی روی. تو آرزوی من، هوسی من، چی که می خواهی همان می شود. گفته بودم که می خورمت. سالها در فراق تو بودم. تو آفتابی من، مهتابی من، زندگی من. بی تو نمی توانم، به خدا نمی توانم. از دامانی گلریز کشید. گلریز به پهلوی او به جایگه در آمد. گفته بودم که تو را می خورم. دست در دامنی او کرپه را بر رویشان کشید. بعد ندانست به گلریز چی گفت و چی کرد و نکرد. خسته و مانده، شلپر، عرقشار به گلریز پشت گرداند. دیگر ندانست که در عالم چی گپ و چی خبر. اینجا تقدیری من بعده صنم حل گشت. بین پدر و زوجه نوش گلریز سودا شد. پدر باید دیگر دختری بی مادر مانده اش را نشناسد. او را دخترم نگوید. همین قول و قسم یاد کردن بود که پدر دیگر نفهمید که آن شب دخترش کجا شد و کجا رفت. шумо гуфтори ҳафтумро аз рӯи романи нависандаи халқии тоҷикистон кароматулло мирзоев ишқи сархӯр дар қироати ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ. поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ.